دوستان برای به دست آوردن این که چقدر از تاج آستین تا حلقه خالی کنم از آستین تا ایستای قشنگی داشته باشه در کت‌ها و مانتوهای رسمی، به این شکل که من براتون توضیح میدم اندازه بگیریم. ببینید لباس رو به این حالتی که من گرفتم روی دست قرار میدم، انگشتامو باز میکنم در حدی که مثل حالت سرشونه داخل لباس نگه میدارم. متر رو بین انگشتای دستم قرار میدم، از این نقطه تا کف حلقه رو اندازه میگیرم. کف حلقه رو دیگه روی تن مشتری پرو گرفتی یا مطمئنی دیگه این اندازه مناسب تن اون فرد هست. این عدد هر چقدر که بود شما همین عدد رو ببینید برای من 15 سانته برای آستین و این مقدار خالی میکنم. این کف حلقه آستینه. اینو برای کت‌ها و مانتوهای رسمی این کارو انجام بدیم. برای شومیز خب ما نمیخوایم آستین زیاد فیت باشه و راحت نیست.